حضرت رسول الله گفتن که تقوا میگیم آدمای متقیان تقواوردن صفت متقیگی دارن همه امتثال اوامر میکنن امر خداوند به جا میارن چیز خدا امر کرده است او را به جا میارن و اجتناب از نواهی پرهیز کردن از منهیات چیز را خدا نکرده است نکنه گفته است او نظر داره معلوم است خداوند علیم حکیم است هیچی امرش به حکمت نیست هیچی نهیش از ضرر از بیفایدگی نیست اینم تقوا همه اتصال اوامر اجتناب از نواهی و خداوند همه را هدایت کنه امر خدا را به جا بیارن از منهیات پرهیز کنه این همه نصیحتی من میشه خوش آمده